گلاب میخوای میری کاشان وقتی تو گیلده خودمون گلاب گیری داریم؟ خانم نکن دیگه مال گلاب گیریه. شاید باورتون نشه تو استان گیلان گلاب گیری داریم، اونم شفت خودمون روستای گیلده. تو تنی گل تبدی میگردنه، تو تنی سبز کنی میدامنه، تو تنی هرچی که می دیل بخیه میمره بستکی دنیا دنیای من. زمینم تو بهار، من پیاده تو سوار، لبا بستم ردوار مرا خیلی دوست بدار. این پارچا توی آب سرد میمونه تا کم کم گلاب توش جمع شه و بشه اون چیز خوشبویی که منتظرشی. اگه بدونین چقدر اینجا خوشبوه. اینجا چه خبره؟ گلابیه. آی محمدی گلاب گیلان بهتره یا کاشان؟ هر گیاه و خاصیت اون برای مردم همون منطقه است. به خاطر همین ما میگیم گلاب گیلده واسه مردم گیلان عالیه. و بله و گلاب کاشان هم رد نمی‌کنیم ولی واسه مردم اونجا عالیه. گل باشید اما عمر گل نداشته یه شعرم بگم که بر روی برگ‌های گل محمدی باید نوشت بهشت است گیلده در اردیبهشت.